میخوام یکی دیگه از بطری هامون رو بهتون معرفی بکنم که بیشتر برای مواد شوینده استفاده میشه و توی حجم‌های 1 لیتری و 4 لیتری موجوده. برای اینکه توی این محصولات مواد شیمیایی و مواد شوینده ریخته میشه و این مواد دچار خورندگی میکنن محصولمون رو، باید حتما از گرماژهای بالا برای تولیدش استفاده بشه تا حین جابجایی دچار شکستگی نشه و به مشکل برنخوریم. و یکی دیگه از چیزایی که مهمه، حتما باید توی تولید این محصولات از مواد نو استفاده بشه. درگاه این محصولات فومدار قفل کودکه که این فوم باعث میشه که به هر طریقی که این بطری اگه یه وقت بیفته یا توی کار بخواد مشکلی براش پیش بیاد آب بند باشه و دچار نشتی نشه. شما میتونین این محصول رو هر رنگی که بخواین سفارش بدین، به رنگ دلخواهتون سفارش بدین و ما براتون میتونیم اینو توی گرماژهای مختلف تولید بکنیم. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. برای سفارش مثل همیشه میتونین از طریق راه‌های ارتباطی که آخر ویدیومون نمایش داده میشه اقدام بکنید.